خدمت تمام دوستان عزیز ارزم بزرگ شما که نگاه سنگ زیر سقفی دارم کار میکنم، یعنی زیر سقف تقریبا 1.50 متر در طول 16 متر. بعد هر سنگی که بلند میکنی راحت 30 کیلو 35 کیلو وزنشه. نگاه جوش خورده و جوش خورده از 3 جا. یه عده از همکارای ما متاسفانه نمیدونم با صاحبکار خشمندی چیزی دارن یا مثلا میترسن چجوریه، میان طرف هنرشو میذاره پای کار، بعد طرف میاد که میگه قیمت کارگری دارم کار میکنم. یعنی خدا رو خوش نمیاد داداش، نمیتونی کار کنی یا طرف روزی چند نفر دیگرم خراب نکن. خودتون نظری دارین بگین، یعنی باید جوابشون رو بدین. یا پول صاحب کار که میخواد پول بقیه رو بخوره، استاد کارگی هم زحمت میکشه، کار ما رو هر کسی نمیتونه انجام بده.